الحمد لله الذي أوجب علينا الهجرة عند الشدائد، والصلاة والسلام على أكبر المهاجر وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاری. دوستان و سروران عزیز، امروز میخواهیم در موضوع هجرت صحبت نماییم. اولا، هجرت در لغت چی را میگویند؟ در زبان هجرت به معنای ترک کردن و جدا شدن است، اما در اصطلاح شرعی هجرت ترک کردن آنچه که الله منع کرده است یا آنچه که الله آن را ناپسند میداند و رفتن به سوی آنچه که الله آن را دوست می‌دارد. فقط ترک وطن، هجرت کردن، این هجرت تنها محسوب نمی شود. از گناه، از معاصی پرهیز کردنم هجرت است. شاید بعضی از انسانها از یک وطن به وطن دیگر هجرت کردند، اما قلبشون، وجودشون اسیر دنیا و دنیا پرستی است، اما قلبشون اسیر گناه و معاصی است. شاید بعض انسانها هجرت نکردند، در خانه خود نشستند، اما قلبشون به سوی الله هجرت کرده است. الله متعال می فرماید: و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه. هر کسی که در راه الله، در راه دین الله هجرت می کند، در زمین گشایش فراوان می یابد. و در دیگر آیت می فرماید: و الرجز فهجر، که ای پیامبر پلیدی و گناه را ترک کن. از این آیه فهمیده می شود که ترک کردن از گناه این هم هجرت است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. مهاجری واقعی کسی است که آنچه که الله نهی کرده است، منع کرده است، ترک می کند. امروز شاید بعضی از ما هجرت کرده باشد، اما سوال اینجاست که آیا از گناه و معاصی هجرت کرده ایم؟ آیا چشم ما از حرام هجرت کرده است؟ آیا زبان ما از دروغ، از غیبت، از سخنچینی هجرت کرده است؟ آیا قلب ما از حسد، کینه، بدبینی و تکبر هجرت کرده است؟ برادران و خواهران عزیز، هجرت بر دو نوع است. اول هجرت ظاهری، دوم هجرت باطنی. هجرت ظاهری یعنی چی؟ ترک کردن دارالکفر به دارالاسلام، همچنین ترک کردن محیط فساد، ظلم، بیبندباری و رفتن به سوی دین الله و رفتن به یک محیط سالم که در آنجا اسلام آزاد است. نمونه بزرگ این هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه بود. زمانی که مشرکین، کفار مکه، پیامبر و صحابه رضی الله عنهم را مورد اذیت و آزار، شکنجه قرار می دادند، مسلمان ها را روز به روز در آنجا مورد اذیت و آزار قرار می دادند، الله دستور داد که باید به مکه هجرت کنید. پیامبر صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه هجرت کردند. این هجرت فقط یک سفر نبود، این آغاز عزت اسلام بود. صحابه رضی الله عنهم خانه و کاشانه خود را رها کردند. صحابه رضی الله عنهم
زن و بچه و اموال خود را ترک کردند. صحابه رضی الله عنهم وطن خود را ترک کردند اما ایمان خود را نگه داشتند و هجرت کردند به سوی مدینه. دوم، هجرت باطنی. این هجرت باطنی مهمتر از هجرت ظاهری است. هجرت کردن از طاغوت پرستی به سوی الله پرستی. هجرت کردن از شرک و کفر به سوی توحید. هجرت کردن از گناه و معاصی به اطاعت الله. هجرت کردن از غفلت به سوی ذکر الله. هجرت کردن از جهل و نادانی به سوی علم و معرفت. هجرت کردن از ریا به سوی اخلاص. هجرت کردن از دنیا پرستی به سوی آخرت طلبی. چی فایده انسانی که زمانی که کشور خود را رها کند اما قلبش و اخلاقش همان اخلاقی بد باشد، همان اخلاقی ناپسند باشد. بعضی انسان ها هزارها کیلومتر هجرت میکنند اما هنوز از نفس خود یک قدم هجرت نکرده اند. تا نروی نرسی. هیچ انسان تا زمانی که حرکت نکند به مقصد نمی رسد. امام ابو حنیفه رحمه الله به ترک حرام بسیار اهمیت می دادند و می گفتند هجرت کردن از معاصی این اصل دینداری است. از این فهمیده می شود که ترک کردن گناه این هم هجرت است. ابن قیم رحمه الله می فرماید هجرت بدنی یک بار است اما هجرت قلب تا مرگ ادامه دارد. مؤمنی واقعی هر روز از چیزی بد هجرت می کند و به سوی چیزی بهتر از آن می رود. پس برادر و خواهری عزیز، امروز هجرت کنیم به سوی دین الله. هجرت کنیم از گناه و معاصی. شاعر می فرماید هجرت کن از خودی ای مرد حق. هجرت کن از خودی ای مرد حق تا ببینی در درون خود سبق. این سفر زان نیست که از جای روی هجرت باید ز خود تا او روی. پس برادر و خواهری عزیز، بعضی وقت راه نجات فقط در یک تصمیم است. ترک یک دوستی بد، ترک یک گناه پنهان، ترک یک مجلس فسق. پیامبر صلی الله علیه و سلم داستان یک مرد را قصه می کند که یک مرد 100 نفر را کشته بود و نزد یک عالم رفت و گفت چگونه من توبه کنم که الله به درگاه خود بپذیرد. آن عالم فرمود تو باید از این جامعه‌ای که زندگی میکنی هجرت کن به یک جامعه دیگر، بر یک شهر دیگر که در آنجا مردان صالح و سالم هستند، انسانهای خدا ترس و خدا پرست هستند. گفت تو باید هجرت کنی، الله انشاءالله گناهان تو را می آمرزد. زمانی که این مرد از مکانی که زندگی می کرد به سوی آن کشوری که انسانهای صالح بودند هجرت کرد، در میان راه الله ذوالجلال جان این را گرفت. الله زمانی که این مرد را دید که صادقانه به سوی او توبه می کند، الله به سبب این هجرتی که به خاطر الله کرده بود الله تمام گناهانش را آمرزید و مغفرت کرد. پس برادران
و خواهرانی عزیز بیدار باشیم و انسانی مسلمان هر روز در حال هجرت است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.